با نام و یاد خدا سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان بینندگان برنامه آفتاب مهربانی. اومدیم بین بچه ها، اومدیم به شیرخوارگاه حضرت رقیه سلام الله علیها. این برنامه ما رو حتما ببینید. هنوز عادت به تنهایی ندارم، باید هر جوری طاقت بیارم. اسیرم بین عشق و بی خیالی، چه دنیای غریبی بی تو دارم. سپیده آرزو چیه؟ آرزو داره همیشه میام پیش بابا. بری پیش بابا؟ میترسم توی تنهایی بمیرم، کمک کن تا دوباره جون بگیرم. یه وقتایی به من نزدیکتر شد، دارم حس میکنم از دست میرم. در این شیرخوارگاه بچه‌های 0 تا 6 سال رو به صورت شبانه روزی نگهداری می‌کنیم و کلی خدماتی که فرزندان در خانواده نیاز دارن به این کودکانمون ارائه میدیم، از جمله خدمات مددکاری، روانشناسی، پزشکی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و که بخش اعظم این نیازهای بچه‌ها از طریق حمایت نیکوکاران محترمون تامین میشه. نمیترسی ببینی برای دیدن تو یه روز از درد دلتنگی بمیرم. تو که باشی کنارم، میخوام دنیا نباشه، تو دستای تو آرامش بگیرم. بچه ها بیان تو خونه من جشن تولد بگیرم. عزیزم تولدت کیه؟ وقتی مامانم اومد. بگو سهم من از تو چی بوده غیر از این تب، کیو دارم به جز تنهایی امشب. میدونی الان بچه ها بزرگا ایرونیا دارن شما رو میبینن؟ آره. دوست داری بهشون چی بگی؟ دوست دارم بهشون تبریک بگم. بفرمایید. این شما، اینم بیننده های ما. عیدتون مبارک. و چه آرزویی براشون میکنی؟ آرزو میکنم همیشه خوشبخت. هر جای دنیایی دلم اونجاست، من کعبمو دور تو میسازم. من پشت کردم به همه دنیا، تا رو به تو سجاده بندازم. شکر خدا با زحماتی که خیرینمون میکشن و خدمات بیشایبه پرسنل موفق شدیم نیازهای مادی بچه ها رو در حد خیلی بالایی تأمین بکنیم، اما اون خلأ عاطفی همیشه ما رو اذیت میکنه، چون که واقعا هر محبتی به این بچه ها بشه باز جای خالی والدینشون رو و پدر و مادرشون رو براشون پر نمیکنه. از سختی کار بگی. سختی کار که خب هست، چون مثلا تعداد بچه‌ها زیاده، بعد مکان یه خورده جا محدوده و امکانات به حدی نیستش که خود بچه‌ها ممکنه مثلا توی اتاق بازیشون الان همینه، باعث میشه که مثلا یه خورده خودشون هم اذیت بشن به خاطر تعداد زیاد بچه‌ها. کار باشون یه خورده به خاطر تعداد زیاد بچه‌ها سخته. گاهی پرستیدن عبادت نیست، با این که سر رو مهر میذاری. گاهی برای دیدن عشق باید سر از رو مهر برداری. و بیشترین نیازی که احساس میکنن بچه ها وقتی نیاز به محبت بچه ها دارم. یا بچه ما چون بچه کوچیکن به احتیاج داره که بغل بشه، نوازش بشه.
در آستانه سال نو پیشنهاد میکنم به مردم عزیزمون که تشریف بیارن توی مراکز ما رو یاری بکنن و به شکرانه این که فرزندان سالمی رو درون خانواده های خودشون دارن دست بچه های ما رو بگیرن و به فرشته کوچولوهای خودم میگم کودک من خنده هایت را دوست دارم، گریه‌ات را هرگز. سالتون مبارک بچه ها، عیدتون مبارک، عیدتون مبارک بچه های ایران زمین، عیدتون مبارک بچه ها ایران، عید شما مبارک. یک عمر هر دردی به من دادی، حس میکنم عین نیازم بود، جایی که افتادم به پای تو، زیباترین جای نمازم بود، هر جا